آقای گرامیان صورت میگیره اینقدر پیچیده است که مثلا سرمایه گذاری هنگفت میشه که چجوری جلوی این اشتباهاتی گرفته بشه که از سطح فردی به سطح در واقع حکومت میرسه و جامعه رو رد میکنه که در واقع اون پشیمانی هایی که آقای وظیفه شناس میگن هیچ وقت رخ نده. یعنی اینا واقعا سرمایه گذاری های هم مالی هم اجتماعی سنگینی لازم داره و پوینت های کاملا درستی هست. من خواستم تجربیاتی که پیش اومده و واقعا اتفاقی داره در دنیای اول، یعنی فرست ورلدی که آمریکا توش هستش، اینطوری دارن پاسخ بهش میدن. اینا مشکلات خیلی گرون قیمتیه برای حل کردنش. بله ممنونم از شما خانم لاله عزیز. خانم لاله، آیا شما مطمئنین به خاطر تغییر سطح تستوسترون یک همچین صحبتی رو با شما کردن؟ حالا این فازی که شما گفتید تقریبا یواش یواش شما به خاطر رکود مال وضعیت اقتصادی، طبیعتا چون شما کار میکردید و درآمد داشتید، میتونید به سطح‌های مختلفی رو طی بکنید و با پایین اومدن یک سری هورمون‌های دیگه به یک سطحی از افسردگی برسید که این هم کاملا طبیعیه در اون زمان. ولی تستوسترون، یعنی شما الان اینجا دارین میگین که سطح تستوسترون که یک هورمون مردانه است، الان من این برداشت داشتم که میتونه اون تصمیم گیری بهتری رو بکنه. من با توازن هورمون ها موافقم، ولی این چیزی که شما گفتید یه مقدار از نظر من دور از عقل بود، یعنی واقعا دور از واقعیته. چون الان اینجا یعنی من دارم این رو استنباط میکنم که اگر ما تستوسترون داشته باشیم، خب نتیجه بهتر، آقایون چون تستوسترون بالایی دارن نتیجه بهتری خواهند گرفت. به نظرم من احساس میکنم اسم هورمون رو اشتباه گفتید. این یه ذره نه مسئله عزیزم، نه عزیزم، من الان 5 ساله که دارم خودم هم حتی با مشاور تغذیه دارم کار میکنم. من اینو نگفتم که شما تستوسترونتون بالا باشه تصمیم بهتری میگی. گفتم تستوسترون جزو هورمون هایی هستش که ریسک پذیری شما رو بالا میبره. اگر از میزان لازم از بدن شما پایین تر باشه، شما کاملا محافظه کار میشی. اگر از میزان لازم بالاتر باشه، شما تصمیم های غیر عقلانی میگیری. باید به صورت دائما این مورد در واقع مطالعه قرار بگیره و توی اون رنجی که به شما اجازه میده. فقط هم تستوسترون نیست، سال من نمیخواستم الان باز کنم، همینقدر که گفتم شما گفتین جمعش کن. تعداد متفاوتی از هورمون ها هستن. تستوسترون یکی از اونها. نه اینجا این الان درست شد. آره. تستوسترون یکی از اون هورمون ها میتونه باشه، میزان تستوسترون یکی از اون هورمون ها میتونه در باشه، ولی مورد 100% خودم نه، در مورد خودم هورمونای دیگه اوکی بودن، تستوسترون صفر شده بود. هر کسی امکان داره جواب مثلا تستش متفاوت باشه، درسته؟ من گفتم یک مثال شخصی بهتون میزنم که با تنظیم اون من کاملا به نظام تصمیم گیری درست برگشتم و حالا ممکنه حالا هورمون‌های آدم‌های دیگه متفاوت باشه و این در تصمیم گیری هاشون تاثیر داره، حالا ریسک داشته هرچی. بعد حرف منم حرف خودم نیست عزیزم، که من 5 سال دارم تحقیقات لابراتوارهایی که این کار دارن انجام میدن مطالعه میکنم. کتابی هم که برای عوام قابل فهمه، کتابی هست به نام ساعت بین سگ و گرگ، که در واقع میاد میگه انسان ها به صورت عادی اهلی و سگ، مثل سگ اهلی هستن، اما یک ساعتی وجود داره که یک جهش های هورمونی اتفاق میفته، اینها تبدیل میشن به ریسک پذیری گرگ، که به صورت عوام اینو توضیح داده. تازه اونم سخته، وقتی بخونی باز باید با هورمونا آشنا بشید. حالا من نمیخواستم که خیلی چیز صحبت کنم، ولی نه، حرف من کاملا بله ممنونم از شما، مرسی. آیا گرامیان جناب وظیفه شناس در این زمینه صحبتی داریم؟ چون حالا این تکامل و این تکاملی که شما گفتیم و میزان بودن سطح هورمون ها، خب طبیعتا شما زمانی که فکر آسوده تری داشته باشید، کاری که انجام میدید در شما دوپامین بیشتری ایجاد بکنه، شما از رضایت خاطر بیشتری برخوردارید و پاداش مغزی بیشتری رو دریافت خواهید کرد. من این موضوع رو تا الان نشیده بودم، من میرم دنبالش حالا ببینم این اون واقعیت که داره یا نه. درسته، مرسی. اونی که شما میگین درسته، بله یعنی شرایط هم تاثیر داره. خب چه شرایطی باعث شده بود من مثلا تستوسترون به صفر برسه؟ من شکست های شرایط پشت رو سر شما هم گفتم دیگه. دیگه.
من آره شرایطو گفتم اینجوری بهتون، گفتم شما آره به دلیل رکود کارتون و عدم در واقع اون استیبل مالیتون شما دچار یه همچین حالتی. البته از دیدگاه ما شما فازهای مختلفی رو طی میکنید تا وارد فاز البته افسردگی خانم میشید، حالا به هر دلیل. ندا، من فقط این جمله رو بهتون بگم، به منظور من این نبود که شرایط تاثیر ندارن، درسته؟ منظور من این بودش که میشه با وجودی که شرایط بده اما راه های دیگه هست برای اینکه آدم بتونه خودش رو سالم نگه داره. من منظورم بله، من ممنونم از شما، ولی اینو بدونید که این مبحثی که شما میگید حتی در مورد هورمون درمانی، اگر افراد در جامعه ایران بخوان این کار رو انجام بدن، من به کار به جامعه امریکا ندارم، انقدر هزینه‌اش زیاده و خیلی از اون مباحثی که شما فکر میکنید اونجا انجام میشه در اینجا صورت نمیگیره و انقدر هزینه ها زیاده که افراد واقعا نمیتونن یک همچین کاری رو انجام بدن. ما افرادی که داریم و واقعا نیاز به تراپیست دارن، به خاطر وضع بد اجتماعی قادر نیستن نیم ساعتی 1,000,000 یا 1,500,000 بخوان تراپی بشن و متاسفانه از دل جامعه یک جانیانی به وجود میاد که همون اقتصاد جامعه باعث به وجود اومدن اونها بوده. ممنونم. خانم آلما بفرمایید. بله مرسی. یه صحبتی شد در مورد تلاش فردی و قرار گرفتن تو مسیر درست و یک مقداری توکل داشته. حالا من با یه مثال شروع میکنم. من یک جوان 18 ساله به فرض توی ایران 12 سال درس خونم، بچه درس خونه بودم و یه کنکور دارم پیش رو، درس خونم بودم. اگر این مافیای کنکور که میدونی کنکور رو میدونین دیگه چطوریه، من بخوام تست بزنم یه رتبه خوبی داشته باشم، حتما باید تکنیک تستنی بلد باشم، باید خرج بکنم. اوکی؟ و به فرض که من این مرحله رو رد کردم، اوکی، الان میخوام استخدام بشم. یه نگاهی بکنیم به این مصاحبه های استخدامی که همش عقیدتیه. آیا از من سوال در مورد تخصصم میشه، یا مثلا نماز نونم فلان وحشت چند رکعت، وضو چطوریه، کفن چند تیکه است. و این باعث میشه که چی بشه؟ که افراد تو جای خودشون قرار نگیرن. مسلما کسی که اینا رو قشنگ حفظه و خونده و بلده میاد میشینه جای من و برو تا آخرش. میخوام بدونم توی یه کشوری که بستر فراهم نیست، همه چی مافیاست، همه چی مصاحبه عقیدتیه، هیچکی سر جای خودش نیست، چجوری با تلاش فردی و قرار گرفتن تو مسیر درست میشه از خودمون شروع کنیم؟ حالا آقای گرامی یا آقای وظیفه شناس اگر مایلن جواب بدن. مرسی. آقای وظیفه شناس که تخصص دارم تو این زمینه، اینو برای روانشناسا بگن، من چی باید بگم مثلا؟ چه ربطی به روانشناسی داره؟ من در مورد وضعیت موجود در جامعه صحبت کردم آقای گرامی. باشه چشم. ببین، من معتقدم خانم آلمان، جامعه ما یه ذره در مسائل جدی جناب گرامیان جدی هستن. نه، این صحبتی که کردن در مورد مافیای کنکور و در واقع بعد از اون فکر میکنم قبل از اون مافیای کنکوره که واقعا هر روی همه چیز تاثیر داره. بعد از اون برای اون استخدامی رو واقعا آلما داره درست میگه. میگه به من میگن نماز چند رکعته. خب این آیا این شایسته سالاریه که من اگر اینها رو بلد نباشم؟ خیلی رو ما میبینیم در گزینش ها از چیز میشن، رد میشن در گزینش هایی که حالا حراست ها انجام میدن، جب گرامیان جب وظیفه شناسی رد میشن. پس این همین یک آغازی برای عدم شایسته سالاریه. این رو اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم. خواهش میکنم. ببینید بحث ما هم همین بود دیگه. در الان ببین خانم ناصری یه مثال شخصی زدن و خواستن نشون بدن که ساختار حاکم بر کشور چطور میتونه که جوری برنامه ریزی بکنه از تمام امکاناتش استفاده بکنه، مثلا دانشگاه ها یا دستگاه حکومتی مربوطه که مشکلات جامعه رو شناسایی بکنن، براش راه حل پیدا بکنن. خب طبیعیه که اون جامعه رشد بیشتری پیدا میکنه. در کشور ما خب اینجوری نیست. مثلا در کشور ما من توصیه میکنم اگر میخوایم سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی رو درک بکنیم، روزای جمعه
به سخنان امامان جمعه شهرهای مختلف به خصوص شهرهای بزرگ توجه بکنیم. تو رسانه ها منتشره، مثلا جمعه شیراز چی گفت، امام جمعه تهران چی گفت. توصیه این هفتهشون استغفار بود. یعنی آقایون به این نتیجه رسیدن که برای حل مشکلات کشور ما باید استغفار بکنیم، از خداوند گریه‌زاری بکنیم و ببخشن خوشونو گوش نمیده. بالاخره ما همچنان یه جامعه مذهبی هستیم، راه حل مشکل کنیم دیگه. مثلا الان ما استغفار بکنیم بارون بیاد، استغفار بکنیم، مثلا چجوری میشه با استغفار؟ براشون هم مهم نیست. هم عالم دین هستن، با خدا ارتباط ویژه دارن. خب من چقدر صبح تا غروب کنم؟ خب چطور باید جامعه پیشرفت بکنه؟ تمام منابعم در اختیار هموناست. خانم هست، این حکومت اینجوریه، در واقع تایید همون حرفاست دیگه. حالا فساد وجود داره برای خودشون که استغفار نمیکنن، خودشون پول دارن، هر چیزی بخوان تهیه میکنن، هر دانشگاه بچه‌هاشون میرن، اصلا کنکور براشون مهم نیست. این جامعه مثل جامعه آمریکا باید پیشرفت بکنه؟ البته که نه. پیشرفت نکنه مردم مقصرن؟ اصلا صفر هم مقصر نیستن. بچه من وقتی خب من مراقبت بکنم، اگه مراقبت نکنم گردن خودشه. اگه یه بیماری پیدا بکنه و درمان نشه، خدای نکرده بسری، اگر بتونه حرف بزنه میگه مثلا چیزی حالیف نبود، من به دنیا آمدم نمیدونم چی به چیه واقعا. خب یه نفر باید کمکش بکنه دیگه. جامعه هم همینجوریه. حکومت‌های کشورهای توسعه یافته، نمیخوام بگم پرفکت و کامل و دقیق، مثلا هیچ فسادی نیست، نه اینجوری هم نیست، ولی دیگه اون حداقل‌ها رو رعایت میکنن، اینقدر میفهمن که جامعه با خودشونه. بعد بحث این مالیات هم هست. حکومت‌های دموکراتیک وابسته هستن به پولی که مردم میدن. بعد 2 روز دیگه انتخابات، به رأی اونا نیاز دارن، مثلا همچی در راه خدا هم نیست. و موضوعات دیگه، حالا میگم دیگه تکرار نکنم. ولی کشور ما این گونه است؟ نه، اصلا به مردم نیازی ندارن. مردم مزاحمینی هستن که اینجا سر راهشونن. طرف نفت داره میفروشه، اصلا یه چیزی هم چه میدونم انعام میده به بقیه، به پول کسی نیاز نداره. ولی دیگه مردم تحمل بکنه. تازه نگاهش هم به آسمان. میدونی من نمیخوام اغراق بکنم و میگم سخنان امامان جمعه رو بشنویم. اصلا نمیشه انتظار داشتی، یعنی همین الانش هم مردم دارن زندگی میکنن، در واقع با هم دیگه درگیر نمیشن صبح تا غروب. این نشانه پیشرفته. امیدوارم جواب داده باشه. بله، ممنونم از شما جناب وظیفه شناس. بانو آرمان، شما به جوابتون رسیدید؟ بیان کننده بود برای شما. اوکی. آقای گرامی، شما در این زمینه توضیحی دارید؟ دوستان صدای من هست؟ اگر کسی از دوستان صدای من رو میشنوه. صدای شما هست. بله. آقای آرش، شما رو بشنویم؟ ظاهرا جناب گرامیان پشت مایکشون نیستن. آقای آرش، شما رو بشنویم. درود عرض ادب خدمت شما. جناب سامان، سلام و عرض ادب. جناب آرش، اگر صحبتی هست شما رو بشنویم که بعد جناب گرامیان و جناب وظیفه شناس اگر تمایلشان پاسخ بدید. ممنونم از شما، مرسی. درود به همه عزیزان، جناب وظیفه شناس و جناب گرامیان عزیز. والا بیشتر حرفا رو نفرات جلوی من زدن و خب طبق توضیحاتی که دادن و حالا تجربیات شخصی که داشتن گفتن که باعث شده یه سری شرایطی که حالا حاکمیت توی یک برهه‌ای تحمیل میکنه
باعث میشه که خب وضع اقتصادی جامعه به مشکل بخوره. حالا این وضعیت اقتصادی رو شرایط انسان تأثیر میذاره. از طرفی وقتی اقتصاد هر کسی، حالا ما صحبتمون ایرانه، وقتی اقتصاد مردم بسیار ضعیف میشه توی بحث تغذیه‌شون هم به مشکل میخورن. همون شرایطی که حالا من سفر رو نگاه نمی‌کردم، اون خانم داشتن توضیح میدادن، واسه آدما پیش میاد. یعنی الان ما بخوایم حساب کنیم درصد بسیار زیادی از مردم کشورمون به خاطر نداشتن شرایط اقتصادی مناسب توی بحث تغذیه هم مشکل دارن و از لحاظ حالا هورمونی و این چیزها که توضیحاتش رو این خانم محترم دادن مشکل دارن و نمیتونن توی کاراشون توی زندگیشون تصمیم درست رو بگیرن و اقدام درستی که باید تو اون لحظه مثلا انجام بدن و تصمیمش رو بگیرن و انجام بدن. از طرفی میبینیم خب اقتصاد افتاده دست یه سری اشخاصی که خب با رانت و با حالا صرف این که از بستگان یک سری افراد هستن که موقعیت مسئولیت خاصی دارن، میتونن یک سری شرایط خوبی رو داشته باشن، یک سری رانتایی رو استفاده میکنن و به وضعیت خیلی خوبی میرسن از لحاظ اقتصادی. حالا اینکه این از راه درستی به دست اومده یا نه رو الان صحبت هم نیستش، ولی این به صورت عادلانه تقسیم نمیشه. این بحث اقتصادی باعث میشه که یک سری ها بیان یک سری اقداماتی انجام بدن، مثل همین بانک آینده که توضیحاتش رو آقای وظیفه شناس دادن تا حدودی. خب یه سری اخبار اومده که یک هتلی در بوداپست خریداری شده، بعد آقای گلپایگانی اومدن توضیح دادن که شرایطش چی بوده و مثلا چجوری این اقدام صورت گرفته. خب ایشون گفتن که حالا اون شخص مورد نظر اومده از بانک مرکزی وام گرفته. بانک مرکزی رو من نمیدونم واقعا چی فکر میکنن راجع به مردم کشور. یعنی اینقدر سطح سواد مردم پایینه که نمیتونن بفهمن بانک مرکزی به هیچ شخص حقیقی و حتی شرکتی وام مستقیم نمیده و ایشون ادعا میکنن که اون شخص اومده از بانک مرکزی وام گرفته و این اقدامو کرده. حالا برای چی این کار کرده؟ برای اینکه از سود حاصل از این درآمد این هتل در اونجا تو مجارستان بخواد کمک بشه به مردم غزه. من سوالم اینه، از حالا اگه مشخصا آقای گرامیان پاسخ بدن، مگه مردم ایران شرایط مناسبی دارن الان که نیاز مردم غزه برش ارجع تره؟ یعنی مردم غزه باید یک مثلا اقداماتی صورت بگیره برای اونها که سود حاصل از این درآمد برسه به اونها، ولی مردم ایران داخل ایران توی حالا نقاط مختلف کشور از خیلی امکانات اولیه محرومن. و دیگه من اولش گفتم مباحث تغذیه، مباحث تحصیل کردن فرزندانشون و اینجور شرایط براشون مهیا نیست. آیا به نظرتون اینجوری باید باشه مدل کشور حکمرانی، یا اینکه نه ما واقعا یک ضعفی داریم و این باید به صورت گسترده توی کل مردم یک اقدامی صورت بگیره، یک تصمیمی گرفته بشه تا به این مدل حکمرانی بالاخره پایان داده بشه؟ این مشخصا اگه آقای گرامیان بگن که شرایط کشور باید اینجوری باشه یا نباید متفاوت باشه و الان شرایط مناسبی پیش نمیره. من همینو میخواستم ازشون بپرسم. ممنون، مرسی. ممنون از شما جناب آرش. من
گرامیان رو من خورد و از اتاق رفت. کمربندی آره دیگه، اینم شانس منه دیگه. مرسی. باگ داری ندا جان. تشریف بیارید روی استیج. جناب گرامیان رو من نمیبینم، ولی جناب وظیفه هست. هستم ولی فکر کنم دوستان دیگه رو بشنویم. سوالشون هم از آقای سوالم نبود دیگه، متاسفانه این مشکلات هست دیگه من بارها جناب گفتم. وظیفه شناس، مشخصا جان. جناب گل پایگانی که میان یه همچین توضیحاتی میدن، این سطح شعور مردم رو میسنجن، سطح سواد رو میسنجن، چجوریه که میان با یه همچین جوابی میخوان یه همچین خبری رو پوشش بدن؟ به نظر شما چجوری برنامه ریزی میشه و سنجیده میشه که اینجور جواب میدن؟ یا به قول شما میان توی امامان جمعه میان توی نماز جمعه یه همچین چیزایی میکنن، ادعاهایی میکنن و میگن مثلا استغفار کنین درست میشه؟ این به چی برمیگرده؟ خواهش میکنم. ببینید، از نظر من اون شناختی که از جمهوری اسلامی دارم، این سیاستاشون همینجوری بدون برنامه هم نیست. ببینید، از نظر بگیم هسته سخت قدرت، اون جایی که قدرت تجمیع شده در دست دیگر، نه مثلا دولت و اینا نقشی ندارن. از نظر اونا جامعه دو دسته است، بخشی که باشون موافقن، بخشی که مخالفن. بخشی که مخالفن با اونا کاری ندارن اصلا دیگه، مدت هاست. و تو حرفاشون هم هست دیگه، میگن فریب خوردن، نمیدونم پرتوقع هستن، تحت تاثیر رسانه های دشمنن و الی آخر. اون بخشی که طرفدارن خیلی اهمیت دارن، یعنی حرفا بر اساس خواسته های اوناست. بعد در این زمینه هم که فسادهایی که رخ میده، مشکلاتی که هست، سیاست بر این اساس در واقع تنظیم شده و خیلی دقیق هم اجرا میشه، اینکه انکار بشه. یعنی تا جایی که میشه بگن اصلا چنین چیزی نیست، یا دست کم اونجوری نیست که گفته میشه، ولو اینکه اصلا کاملا پیش چشم مردم باشه. مثلا همون داستان آقای صدیقی، دیدید انکار شد، آقای صدیقی نمازهای جمعهش هم میخوند، اصلا انگار نه انگار. یعنی اون قسمتی که داره کشور رو مدیریت میکنه اصلا به این حرفا کار نداره. ما همین دو شب پیش یه اتاقی داشتیم، در دقیقا بحث ما با آقای قاضیان در همین خصوص بود. اصلا اونا گوش شنوایی ندارن. یعنی فکر کنید شخصی که 8 سال رئیس جمهور هم هست نمیتونه ذره‌ای اون بخش از حاکمیت رو قانع بکنه مبنی بر اینکه یه گوشه از سیاست‌های غلط رو بخوان اصلاح بکنن. اونا اصلا نپذیرفتن دیگه. یعنی شما یه سر سوزن عقب نشینی نمیبینی. الان همین بحث حجاب هم هر روز دارن میگن که دارن حمله میکنن به کسانی که میگن آقا مثلا ایرادی نداره، بعد اغراق میکنن و دارن برنامه ریزی میکنن. اونا فرضشون اینه. تا الان هم کشور رو در اختیار داشتن دیگه، شاید میگن چرا باید تغییرش بدیم، ما که همینجوری الان 50 ساله هستیم. من به خاطر همین تو صحبت‌های قبلیم گفتم یه بخش ما هستیم، حرف میزنیم، اشکالی هم نداره، باید حرف زد، باید مدام توضیح داد. حالا من نه، کسانی که برجات در رسانه‌های پرمخاطب‌تر حرف میزنن. یه بخشی هست که امکانات در اختیارشه، بودجه‌های عظیم داره، ابزار داره. یعنی ببینید اصلا قابل مقایسه نیست. مثل این میمونه که شما مثلا تیم، مثال بزنم یکم واضح تا، تیم محلات تو ببری مثلا با تیم ملی برزیل بخوای کنی، بعد انتظار داشته باشی که مثلا نتیجه چه میدونم متعادل بشه. خب نیست. باز حرف من این نیست مثلا ناامید بشه کسی بگه شد، نه، اونا هم یه روزی ممکنه مزمحل بشن، ممکنه یه اتفاقاتی بیفته، ولی تا الان اینجوریه. یعنی یک فضای نابرابر که این حرفا رو ما میشنویم تعجب میکنیم. اونا آمدانه میگن، اونا یه هدفی دارن، تا الان کارشون پیش رفته دیگه، امکانات هم دارن، معتمد حکومتن، هر چی بخوان در اختیارشونه، اصلا نیازی نیست کار بکنن و الی آخر. ارادت.
سپاسگزارم من شما جناب وظیفه شناس بزرگوار. آقای گرامیان نبودن، سوال شما جناب آرش نشنیدن، ولی اگر سایر دوستان سوالی دارم بفرمایید که بپرسیم از جناب گرامیان و جناب وظیفه شناس. البته من سوالم رو یک باری دیگه این که از آقای گرامیان خواهش کردیم که این روم رو با ایشون و دوستان داشته باشیم، این بود که ما یک سوالی برای خود من پیش اومده بود. چشم جناب آرش. جناب وظیفه شناس بزرگوار، ببینید ما در واقع من با توجه به اینکه یک مدتی در روم های سیاسی شرکت میکنم و اختلاف نظر سیاسیون رو میبینم و رفتارهای واقعا نابخردانه ای که با هم دیگه دارن، بحث هایی که با هم دیگه میکنن، هیچ کس حاضر نیست حرف دیگری رو بپذیره و شما اونجا دچار سردرگمی میشید، واقعا نمیدونید که الان طرفدار کدومی از این افراد باید باشید و این افراد هر کدوم یک خط مشی دارن که برای خط مشی خودشون فقط میجنگن. اصولا یه بارم رو استیج اعلام کردن که اینا که نمیفهمن، یعنی منظورشون اون 500 نفری بود که داخل آدینس هستن، خب دارن برای خودشون اونجا صحبت میکنن و انقدر با هم گاهن رفتارهای بخردانه و نابجایی دارن که من واقعا به این فکر فرو رفتم اگر که ایران گذار کنه از جمهوری اسلامی و این افراد بخوان بیان و در واقع نقشی در حکومت داشته باشن و همون این رو به جناب گرامیانم گفتم و اون چه که در ذهنشون هست و الان دارن فریاد میزنن رو به عنوان یک قانون، یک اساسنامه برای ملت ایران در نظر بگیرن، جامعه ایران فردای اون روز جامعه بسیار بدی خواهد بود. شما این رو چگونه میتونید توضیح بدید یا حداقل ما رو آگاه تر بکنید؟ خواهش میکنم. موافقید آقای گرامیان اول پاسخ بدم؟ من زیاد حرف زدم، بعد منم یه نکاتی رو میگم اگر موافقید. آقای گرامیان الان هستن دیگه. جناب وظیفه شناس، نظرمو تو این زمینه گفتم اما اول اتاق. بله بعد گفت. خود منم دوست دارم شما رو بشنوم. ممنونم. ببینید، اولا این خب من نمیدونم کدوم شخصی اینجوری حرف زده، این خب درست نیست دیگه. هر جور حساب بکنیم با هر متر و معیاری این حرفا توهین آمیزه. یعنی چی؟ بقیه نمیدونم. من نمیدونم اشارتون به کدوم اتاقه، ولی خب غلطه. اما این که از این جامعه گذار بشه، ببینید میگم مجموعه ای از اتفاقات، حوادث که بخش زیادیش برمیگرده به تلاش همون جامعه، خود ما، همین کاری که داریم اینجا انجام میدیم، حالا در حوزه‌های دیگه، دیگران با وسعت بیشتر، اینا دست به دست هم میده و یه روزی حتما این حکومت تغییر میکنه. این من غیب گویی نمی کنم، میگم تاریخ به ما اینو اثبات کرده دیگه. چنین حکومتایی نمیتونن در واقع تداوم زیادی داشته باشن. حالا نمیشه تاریخ دقیق مشخص کرد. خب اگر اون اتفاق بیفته، بازم برمیگرده ببین که در اون روز، در اون دقایق، حتی روزها، چه کسانی دست بالا رو دارن که قرار باشه حکومت بعدی رو تأسیس بکنن. من به خاطر هم اون بحثمو مفصل شرح دادم، بگم همه چیز به خواستن نیست. میدونید اون کسانی که در اون روزها دست بالا رو دارن خیلی تعیین کننده هستن. اینکه چه کسانی هستن. ببینید آخرین بیانیه مهندس موسوی هم به این اشاره داره. ضمن اینکه راهکار خودشو مهندس موسوی میگه، بعد میگه منم پاسخ روشنی براش ندارم، نمیدونم چه کسانی قرار اینو انجام بدن، چه جوری قرار انجام بشه پیشنهاد من، چون خیلی مهمه. ببینید مثلا یه مثالش هند و پاکستان، اینا یک کشور بودن در زمان استعمار انگلستان که هنوز 100 سالم نشده که استقلال خودشون رو به دست آوردن. اینا تحت حاکمیت بریتانیا بودن، تحت عنوان یک کشور. راج بریتانیا اسمش بود دیگه. خب به استقلال میرسن و حالا اون اختلافاتی که بین اون کسانی که قرار بود دولت بعدی رو بعد از در واقع اخراج بریتانیا تأسیس بکنن دیگه، مثل بعد از 57 ماه. یه طرف مهاتما گاندی بود که دست بالا رو داشت با همکاران و دوستانش، یه طرف محمد علی جناح،
هم هندی بودن. فکر کنید مثلا عین انقلاب 57 ما، اون اوایل آقای خمینی بود، بنی صدر بود، اینا بودن دیگه. خب آقای جناح میگه ما باید کشور مسلمان خودمون رو داشته باشیم. مهاتما گاندی به فکر دموکراسی بود و اصرار میکرد که این کارو نکنید. اصلا آقای جناح تو بشو نخست وزیر ما اصلا مسلمان و هندو نداره که. ولی خب نپذیرفت آقای جناح. در هند یک دموکراسی بنیان گذاشته شد که کسی نمیتونه بگه هند یک کشور دموکراتیکی نیست. منظم هر 4 سال به 4 سال بکنم 5 ساله، 5 سال به 5 سال انتخابات برگزار میشه. هر حزبی برنده شد قدرت رو به دست میگیره، مثل کشورهای دموکراتیک غربی، چه میدونم شرقی، کره، ژاپن. در هند ولی زمان تأسیس این ملاحظات مهم لحاظ نشد، اهمیت نداشت. تبدیل شد به یک کشوری که اونجا ارتش قدرت داره. اونجا هم انتخابات برگزار میشه، ولی قابل ما نمیتونیم بگیم پاکستان یک کشور دموکراتیکیه. در طول تاریخ کوتاهش هم چندین کودتا اتفاق افتاد. هر زمان ارتشی‌ها طاقت نیاوردن نخست وزیر رو کنار زدن یا اعدام کردن اون اوایل، بعدم تبعیدش که انداختن از قدرت بیرون دیگه، خودشون قدرت رو به دست گرفتن. بعدم به فرصت دوباره یه دولتی که یه جورایی دست نشانده است، اونا قدرتشون رو حفظ کردن. بنابراین این موضوعی که شما فرمودید بستگی داره که چجوری انجام بشه، کی انجام بشه، اون روزی که انجام میشه چه کسانی دست بالا رو دارن، آیا باوری دارن به دموکراسی، ندارن. این که مردم نقش نداشته باشن، نه، نقش خودشونو دارن. ولی به خاطر همین من میگم همه چیز دست مردم نیست، همه چیز به اراده مردم نیست. موضوعات دیگر، این پرسش شما هم به نظر من اینجوریه. ما نمیتونیم از الان بگیم، ولی میتونیم از الان تلاش بکنیم که اون روز اتفاق بدی برای ما نیفته، با توجه به تجربیاتی که داریم. این حساسیت رو داشته باشیم، مدام دربارش حرف بزنیم. الان همین نکاتی که شما گفتید احتمالاً میتونیم جلوی اون فاجعه احتمالی رو بگیریم. اما قطعا میتونیم بگیریم؟ من میگم نه. به عواملی بستگی داره که ما الان نمیشناسیمش، در اون روزها خودش رو بروز میده. ارادت. بله، ممنونم از شما. پس جناب امیر، جناب گرامی، ما چه آینده مبهمی رو پیش رومون داریم، چقدر میتونه ترسناک باشه و چقدر شاید گذارها به همین سادگی به وجود نیان، انقلاب ها به همین سادگی به وجود نمیان. با این کاملا موافقم. ولی ترس از اینکه فرداها چه خواهد بود و برای ایران و ایرانی چه اتفاقی میفته، فکر میکنم بزرگترین دغدغه هستش که الان مردم داشته باشن. و گذار از جمهوری اسلامی، درسته که اولین مسئله است اینکه این جمهوری باید بره، حکومت اسلامی باید از ایران بره و ما از این اشغال بیرون بیایم. دقیقا باید افرادی که بعدا میان روی کار شاید از الان مشخص شده باشن، ولی ما به جز آقای پهلوی آیا کسی دیگه ای رو داریم که الان انقدر دوستان در مورد، در واقع سلطنت خواهان یا پادشاهی خواهان انقدر در این زمینه صحبت میکنن؟ آیا ما افراد دیگه ای رو داریم که در این زمینه صحبت کرده باشن و یا فعال باشن؟ من چون نیم از سیاست بدور هستم این سوال رو میپرسم. این افراد رو به ما معرفی کنید، بگید که این افراد هم هستن که ما بتونیم اونها رو بشنویم. چون دقیقا اگر ما بخوایم تفکر درست داشته باشیم، پس اگر مردم بخوان انتخاب درست داشته باشن و تفکر درست داشته باشن، باید افراد رو بشناسن. اما من از شما خواهش میکنم این افراد رو به ما معرفی کنید، ولی من میدونم و باور دارم که اون صندلی و اون کرسی سیاسی همون آدم‌ها رو هم شاید تغییر بده و باز ما در دل یک گرداب بزرگ بیافتیم. اگر که افرادی رو میشناسید لطفا در این زمینه گفتگو کنیم. بعد آقای سامان رو بشنویم. جناب گرامیان، مایک در اختیار شما. ممنون و متشکر. آرزم حضورتون که من اولا که فکر می‌کنم که اینجاها مثل سلول میمونه. مثلا اگر باز همون مثال رو ادامه بدیم که یه زندانیه، مثلا الان اینجا یه سلولیه که توش نشه یه ذره سیاسی،
یه سلول دیگه داریم نشه یه ذره عبادی، یه سلول دیگه داریم یه ذره اقتصادی. بعد همه اینا میشینن فکر میکنن، نتیجه میگیرن، بحث میکنن، بررسی میکنن. بعد چجوری بگم، بعضیاشون هدفمند میرن جلو. دوستان میگن صدا خوب نیست، بذار من یه بار برم بیرون و برگردم، موافقی یا نه؟ شما بسیار خوبه، پس مشکلی اون نیست دوستان، بهتون. خب پس اون دوستان مثل باگ دارن. ببین در حقیقت الان همون زندانی رو که فرض کنیم ماها میشینیم فرار به سوی پیروزی رو داریم مثلا نقشه میکشن، هر کدوم یه نقشه میکشه که الان چی کار باید بکنیم. بعضیا راضی هن. میگن آقا این تقدیر ما بوده تو همین زندانیم، راضی هن. بعضیا اصلا میگن خوبه، یعنی یه عده هستن دیدین بعضیا مثلا تو زمستونا که میشه دعوا را میندازن یه خلافی میکنن عمدن تو ظاهر که اینا رو زمستون بنزن تو زندان که بتونن استراحت کنن، غذای مفت گیر بیارن. بعضی اصلا راضی هم. یعنی تو بعضی از اتاقا که میرید میبینید اصلا لذت بخش هم از. تازه میگه خیلی شرایط سخته، میگه نه ایراد از توه، تو خیلی توقعت بالاست، اتفاقا شرایط خوبه. مثلا بعضی هم نه، دنبال اینن که مثلا از این فضاها بیان بیرون و یه فضای جدیدی رو برای کشور ترسیم کنه. حالا بعضیش منطقیه، بعضیش غیر منطقیه. من اصلا با سیستم پادشاهی که خودم اصلا از ریشه مخالفم. شما بفرمایید مثلا چه یه پادشاه عادل. خب طبیعت پادشاهی اینجوریه که بعد به ارث میرسه دیگه، یعنی بچهش دوباره میاد پادشاه میشه. اگر اون ناعادل بود چی کار کنیم؟ پس که نمیشه، شما به راحتی که نمیشه سیستم عوض کرد. دوباره همین داستانایی که هست برای دوره پادشاهی هم هست. حکومت باید برسه دست مردم که صاحبان اصلیشن. یعنی شما مثل یک آپارتمانی که یک عده اونجا زندگی میکنن، مشاهات داره، اختصاصی ها داره و اصل کار اونان، یعنی اصل کار ساکنین آپارتمانن. یه نفر هم به عنوان مدیر آپارتمان مشخص میکنن که حالا یه امتیازاتی بهش میدن، میگن تو هم مثلا بیا کارا رو اداره کن. مدیر آپارتمان نمیتونه سرنوشت افراد دیگر رو تعیین کنه. مدیر آپارتمان نمیتونه تو خونه های آدما دخالت کنه بگه آقا تو اینجوریه. اصلا ما مدیر آپارتمان رو تعیین کردیم که آپارتمانمون منظم بشه و بهترین سرویس دهی رو داشته باشه برای خانواده هایی که اونجا هستن. مملکت اینجوریه. مملکت اینه که شما میاد یه عده‌ای رو مدیر تعیین میکنید و بعد اون مدیران باید خدمت کنن، یعنی چه امتیازاتی هم میگیرن، مثلا حقوق میگیرن، یه مزایایی میگیرن که بتونن درست به وظایفشون عمل کنن. اگر نتونستن قاعدتاً باید برن. اگر نرن بالاخره این اعضای آپارتمان با هم دست جمعی میشینن شور میکنن، میگن اینو بذاریم کنار. خیلی هم قلدر باشه به زور میفرستنش بیرون. در کشور همین حالت حاکمه. یعنی اصل داستان اینه که مردم حاکمین واقعی جامعه هستند، چون خود جامعه اینان که باید تشخیص بدن صلح بشه، اینان باید تشخیص بدن جنگ بشه، اینان باید تشخیص بدن که الان در فلانجا فلان نفتشون رو بفروشن یا نفروشن، اگر میفروشن به چه قیمتی بفروشن، چون ثروت عمومی جامعه است. شما بسپارید دست یه پادشاه دوباره طبق میل خودش، همونجوری که الان ما اسمشو میگیم ولی فقیه، اینم پادشاهیه. اینی که شما هیچ کسی اجازه نداشته باشه در امورات دخالت کنه، هیچ کسی نتون بعد سرشون تو همه زندگی ها باشه و هر جوری که میخوان دخالت کنن. خب اینم پادشاهیه دیگه. اسمشو عوض کردن، یه چیز دیگه گذاشتن که به خورد جامعه بره. بنابراین من اصلا با سیستم پادشاهی مخالفم که برسه بخوام برم بگم یه همچین کاندیدایی هم وجود داره، بذار اینم بیاد، بذار اینم بیاد حضور اصلا نفس. اگر بنا باشه بخوام به پادشاهی فکر کنم، خودم از همه بهتر میدونم، شما هم خودتون از همه بهتر میدونید. کی میتونه به تقدیرات ما انقدر حکومت کنه که از خود من بیشتر صلاح خود منو بدونه؟ در جامعه دموکراسی یعنی همین، یعنی مردم صلاح خودشونو خوب میفهمن، طبق صلاح دیدشون میرن
شروع میکنن یک انتخابی رو انجام دادن در قالب رفراندوم یا رأی‌های دیگه. بنابراین اینجوری نیست. یعنی حالا من که الان اینی که میگن پادشاه و اینا که اصلا این آدم رو که کافی نمیدونم برای پادشاهی، ولی ولو اینی که نادرشاه افشار باشه، ولو اینی که مثلا نمیدونم چی صفوی باشه، بازم جامعه دچار ظلم میشه. من معتقد به حکومت عمومی و جمعی هستم، اونم با یعنی زعامت مردم، با رهبری قانون. یعنی قانون باید رهبری کنه. درست؟ اگر اینجوری بشه که قانون رهبر بشه و جامعه تصمیم گیر باشه و قانون به صورت خاص جامعه آپدیت بشه، مثل الان هم جوامعی هستن اینجوری هم. این بهترین شیء میتونه انجام بده. وگرنه خب دیگه چه کاریه به قول آقای وزیر خودمون رو به کشتن بدیم که چی؟ الان پادشاه داریم دیگه. حالا این پادشاه بده، ممکنه بچه پادشاه خوب بشه. بچه این پادشاه خوبه، ممکنه بچه پادشاه بد باشه. اصلا سیستم پادشاهی همینه. یعنی شما نمیتونید خارج از این فضای چیزی ببینید. اما آیا آلترناتیو داریم یا نه؟ جایگزین داریم یا نه؟ بله، یه عالمه جایگزین داریم. یعنی میتونن این کار رو انجام بدن. مشکل کجاست؟ مشکل همونجاست که عرض کردم. مملکت مردم دانا میخواد. من یه زمانی فکر میکردم که مشکل مثلا از حکومت هاست. خیلی خودم فکر میکردم از حکومت هاست. اون دوره ای که آیه هاشمی رفسنجانی کاندیدا شده بود، یعنی اومد، خب هیچ کسی انتظار نداشت که آیه هاشمی همجوری بود، یهویی شد کاندیدا. یه پسره بود از رفیقامون، تا منو دید گفتش که تو خیابون، و دیدی هاشمی اومد همه ثروتش رو ریخت تو بازچی و اینا، دلار ارزون شد، یادتونه دلار اومد پایین. من نشستم براش توضیح دادم که آخه بازار یه مغازه و دو مغازه، تا مغازه که نیست، اعتبار یک فرده. ببین شما الان ترامپ یه سخنرانی میکنه، ارزش دلار در کل دنیا میره بالا. اصلا ترامپ رأی که آورد یهویی یه عالمه تحول به وجود اومد، یه عالمه تغییر به وجود اومد. این اعتبار فردی یک فرده که میتونه شرایط رو تنزل بده یا ترقی بده. خیلی من با این صحبت کردم و نهایتا گفت اوه پس آره اینجوریه، درست شد. هفته بعدش هاشمی رفسنجانی صلاحیتش رد شد و دلار قیمتش رفت بالا. یعنی واکنش بازار به این رد صلاحیت خودشو نشون داد. دوباره من اینو تو خیابون دیدم، و دیدی ردش کردن پولشو کشید بیرون. دیدم این اصلا نفهمیده من چی میگم. ببین مشکل ما اینه، مثلا یه نفری که میشینه صحبت میکنه، الان شما اکثر اختلافات، مثلا من و آقای وظیفه شناس با هم اختلاف میکنیم الان رو همین استیج، ایشون میگه بعد من میگم بعد یه خانم ناصری اینی که من دیدم آقای وظیفه شناس هم درست میگن، آقای گرامیان هم درست میگن. انگار مثلا یک شعله نوره که از دو تا منفذ دیده میشه. حتی خودمونم متوجه نشدیم که این صحبتی که داریم میکنیم دقیقا همونیه که طرف مقابل داره میگه. این بلوغ فکری یعنی همین. ما بزرگترین مشکلمون اینه. من همین الان مثلا این صحبت هایی که دارم میکنم، مثلا من میگم آقا ما ولی فقیه با پادشاهی فرق نمیکنیم. آقای بابک بیشتر از اینه که من خودمو بشناسم ایشون منو میشناسه. میگه پدر بزرگوارت بشه ولی فقیه، تو هم بشو رئیس جمهور. یعنی اصلا ایشون گوش نمیکنه من چی دارم ببین مشکل ما اینجا هست ها. اصلا گوش نکرده من چی میگم، فقط از اینی که به محضی که من میکروفون باز میکنم شروع میکنن مثلا دوستان موضع گیری کرد. بعد آرزم موضوع مسافر. بدونید بزرگترین مشکل ما اینه که واقعا متوجه یعنی کنیم قبل از اینی که طرف
صحبت کنه یا مطلبشو بگه ما موضعمون رو میگیریم و هیچ وقت مشکل حل نمیشه که. یعنی ما الان سالهاست که به موضع گیری با هم وقتمون گذشته، در حالتی که تقریبا هممون هم یه حرف میزنیم، در ابتدایش لااقل یه حرف میزنیم، من میگم ظالمه، شما میگید ظالمه، دیگران هم میگن ظالمه. حالا انتهایش طرف مثلا میگه آقا این ظلم رو چجوری باید برداریم، یه چیزی میگه، مثلا هر کدوم یه نظری داره. حتی در موضوع اولیه هم همون نمیپذیرم. مثلا آقای وظیفه شناس یه نظری میدن، من خیلی آقای وظیفه شناس رو توی تئوریایی که مطرح میکنن خیلی اصلا دوست دارم گوش میکنم ایشون رو تو اتاقای خودشون. اوقات ساعتها رو استیج هم نمیرم، همین چون آدم استیج که میره حواسش هست خودش چی بگه، ولی پایین که هستی میتونی دقت کنی و قشنگ گوش کنی. کاملا گوش میکنم صحبتهایشون و لذت هم میبرم. اگر من بعد میبینم همون زمانی که آقای وظیفه شناس دارن صحبت میکنن توی چتروم مثلا بعضیا اظهار نظر و قضاوت میکنن، اصلا اونی که آقای وظیفه شناس میگه با اون قضاوتی که اون کرده از زمین تا آسمون متفاوته. ببین ما مشکل اولیه‌مون اینه، اگر این مشکلمون رو تونستیم حل بکنیم یه اتفاقی میتونیم به وجود بیاریم، اگر نتونستیم حل بکنیم هیچ اتفاقی به وجود نمیاد. ولو این یعنی 90 میلیون آدم جدا جدا تنها تنها تو سلولای انفرادی ذهنهامون گرفتار شدیم و زندانی شدیم، نمیتونیم تغییر کنیم. تنها اتفاقی که برای این نظام میافته فروپاشیه، چون هیچ آدمی وجود نداره که بتونه منسجم کنه یه جامعه رو و جامعه ای وجود نداره که حتی تفکر کنه در مورد صحبت یه آدمی و بگن مثلا یه همچین چیزی. هر ممکنه به نوستالژی هاشون اعتماد کنن، ولی اینی که واقعا فکر کنن بگن این چی گفت، واقعا فکر نمیکنه. من حالا آقای بابک که از رفقای صمیمیمون هم هستن، من خیلی علاقه‌مندم، فقط مثال زدم در یکی دو مورد و آیه خرد رو هم من قبلا گوش کرده بودم، فقط اینجا رو مثالی عرض کردم. ولی واقعا مملکت یه مردم دانا میخواد، یه جامعه دانا میخواد. نمیشه فرمودن یکی از دوستان ما چی کار کنیم، ما کار خاصی نیاز نداره بکنیم، همینی که به هم توهین نکنیم، سر هم و کلاه نذاریم، همدیگه گرون فروشی نکنیم، کم فروشی نکنیم، ظلم بیجا نسبت به همدیگه نکنیم، حدود 50% 60% مشکلات مرتفع میشه. بعد که شما از این مشکلات بگذرید، بعد تازه میفهمید که الان مسیرتون ما خودمون، من مثلا فرض بگیرید، اینا رو باور نکنید، من مثالی دارم میگم، فرض بگیرید من 10 تا آپارتمان دارم، این 10 تا آپارتمان رو امسال ماهی 60 میلیون تومان اجاره میدم به 10 تا خانواده. او خانواده صبح تا شب باید جون بکنن که بتونن فقط اجارهشون رو بدن، اونا نمیتونن فکر کنن به تغییر. کی جلوگیری کرده؟ من صاحبخونه، من مالک. ما خودمون زنجیرهای پای هم دیگه هستیم. تا این رو باور نکنیم و الکی حرفای انقلابی بزنیم هیچ اتفاقی نمیفته. اگر بنا بود تغییری به وجود بیاد، من یه نفر در این 5 سال تغییر رو به وجود آورده بودم. چون برید همه صحبت‌های دوستان رو گوش کنید، هیچ کسی در این فضا انتر و تندتر و پرخطر من صحبت نکرده. اما من 2-3 تا قرار گذاشتم، بعضی از دوستان میدونن در اتاق. یه بار قرار گذاشتم جلو شهرداری تهران، گفتم زاکانی خیلی آدم ظالمیه، مردم بیاین شماها که انقدر دارید فضای انقلابی و جو انقلابی دارید، بریم جلو شهرداری، من پرده نویسیشم میگم انجام بدن، 20 نفر که شدیم پارچه رو باز میکنیم. 1 نفر نیومد. گفتم بریم جلو وزارت کشور، اونجا یک مطالبه ای رو مطرح کنیم. انقلابی مگه نیستید؟ مگه آقا عوض کردن نظام پیشکش؟ یه مطالبه فقط اصلا خودتون رو نشون بدید، فقط بیاید اونجا خودتون نه شعار بدید، نه راهپیمایی کنید، نه جونتون به خطر بیفته. من رفتم جلوی وزارت کشور، رحمت رئیسی از این فضا تنها کسی بود که اومد اونجا.
جامعه با این مردم فقط حکومتش انقدر فساد میکنه، مثل آهنی که انقدر زنگ میزنه پوسیده میشه خودش میریزه پایین، بعدم یه عالمه زیرش آوار میشن و از بین میرن. جامعه با این مردم فقط این اتفاق میفته. حالا شما بگین تو دروغ میگی، اون بگه تو داری دفاع میکنی، این بگه تو داری میشوری، اون بگه تو داری خوش میکنی، فرقی نمیکنه، نتیجهش یکیه. هممون در این اسارت خواهیم بود. ببخشید. سپاسگزارم از شما. من یک سلام دوباره میکنم به دوستان عزیزی که روی استیج تازه به ما پیوستن. خسته نباشید میگم به جناب گرامیان و جناب وظیفه شناس عزیز. سلام میکنم به دوستانی که در آدرز آدینس تازه به ما پیوستن، دوستانی که با کردیت کنار ما قرار گرفتین. اگر عضو هاوس فونیکس باشیم خوشحال میشیم که در روم های بعدی هم شما رو کنار خودمون داشته باشیم. با احترام بسیار از طرف تیم خوب فونیکس و فاندر این روم خانم دکتر لوتی بزرگوار. و ناتان تا این لحظه مرسی. جناب سامان هستی؟ خیلی. جناب آرش بفرمایید. بنده ممنون، بود داره. مرسی. گفتن سامان نبود، حالا به من نوبت دادن. ممنونم، بله مرسی. بفرمایید. فقط سوال‌ها کوتاه لطفا که بقیه دوستان رو بشنویم. جناب آرش استیج باشه، چشم. شلوغه. ممنون. چشم. من در ادامه اون صحبت قبلی بعد یه توضیح دادن جناب وظیفه شناس، دستشون هم درد نکنه، بابت همین رئیس جمهور محترم که توی انتخابات خیلی مسائل رو عنوان کردن که خیلی راحته، من میتونم اینا رو بیام درست کنم، مثل فیلترینگ، مثل همین بحث حجاب و اینها. اما تنها کاری که انجام دادن فقط مثلا اجرا نکردن اون قانون حجاب رو و بحث فیلترینگ رو هم که اصلا فراموش کردن. بعد ادعایشون بود که من اگه نتونم استعفا میدم. بعد ما داریم میبینیم که اتفاقی نمیفته، یعنی عملا چیزی تغییر نکرده. آقای رئیس جمهور هر شهری میره میگه من نمیتونم، خودتون هر کار میتونین بکنین و از این حرفا. خواستم ببینم چجوریه، اگر حالا ارتباطاتی دارن یا اینکه اطلاعی دارن، چجوریه که آقای رئیس جمهور پای حرف خودشون نیستن، یعنی چرا استعفا نمیدن حداقل؟ چون ما باید شرایط این میگه که باید 4 سال صبر کنیم تا دیگه بیاد و انتخابات جدید اتفاق بیفته. ایشون خودشون وعده داده بودن. این رو اگر من کوتاه میپرسم که پاسخ بگیرم ممنون میشم. مرسی. هر کی که میدونه بگه. ممنون. مرسی. بله در جواب دادن به عذرخواهی دوستان میکنم جناب چون گرامی. کسی باز نکرد میکروفونو. ببین من الان مثلا این بشه یه مطالبه، بگیم که آقا شما گفتی که من استعفا میدم، چرا استعفا نمیدی؟ بعد میشه شما به عنوان یه مطالبه گر بفرمایید که خروجی این استعفا برای جامعه چی میتونه باشه؟ بله حتما. میتونه این باشه که اون اشخاصی که متوجه نمیشن و تا الان متوجه نشدن که بابا رئیس جمهور که کاری نمیتونه انجام بده، از دستش چیزی بر نمیاد، حداقل با دادن استعفا و موندن پای حرفش ثابت میکنه به اون اشخاصی که باور نمیکنن که از در جمهور خارجه و یه سری چیزها مثل شورای نمیدونم صیانت بر فضای مجازی و این هاست، مانع شدن از اینکه رئیس جمهوری که مدیر اجرایی کشوره نتونه اون کار رو انجام بده و اونها تصمیم رو میگیرن. ایشون هم کاری نیست که بتونه تاثیرگذار باشه بر تصمیم اونها. با کنار گیریش و استعفاش میتونه خیلی ها رو روشن کنه که متوجه بشین اگر اتفاقی افتاده، وضعتون امروز اینه و مملکت به اینجا رسیده، هیچ ربطی به این ریاست جمهوری ها نداره که بعضیاشون اصولگران، بعضیاشون اصلاح طلب، هیچ فرقی نمیکنه. مسئله اینجاست که جای دیگه ایراد کاره. اون رو متوجه بشن، یعنی خودشون رو از اون خوابی که
خودشون زدن به خواب بیدار شن، ببین آقای لااقل آرش، کمترین ببین چیزش جامعه ای که تا الان بعد از 50 یعنی آدمی که، نمیگم جامعه، آدمی که بعد از 50 سال جواب اینو متوجه نشده با استعفای آقای پزشکیان هم متوجهش نمیشه، میذاره پای این که میگه اینم یه آدم بی‌عرضه‌ای بود رفت کنار. ضمن اینی که الان آقای میشه پزشکیان داره میگه آقای جرامیان، آقای میشه بذار استعفا بده، میشه متوجه میشه. من الان متوجه شدم. بعدم بعد ببین آقای پزشکیان همین الان هم داره میگه همش منویات رهبریه، یعنی اصلا نیاز نیست استعفا بده، خودش داره جار میزنه میگه هر کاری ما میکنیم منویات رهبریه. این دو مطلب سوم، الانی که جامعه همه یعنی اکثریت 80% لااقل این موضوع رو میدونن، چه اتفاقی به وجود آوردن که اون دو نفر دیگه مثلا یکی مثل من متوجه بشه که پس همه چیز مثلا اصلا رئیس جمهوریش کار است. بعد با این یه نفر چه اتفاقی میفته اگه وزن این یه نفر اینقدر میاد با من مهمه میشه دو که نفر منم همین دیگه. الان به آقای این نتیجه جرامیان، برسم. آقای جرام با من میشه جان خب آره، یعنی من و آقای اکسپان مثلا ما دوتا متوجه بشیم چی بود اسمشون هم متوجه نشدم، ولی ما دوتا هم فرض بگیرید متوجه شدیم این اتفاقه، بعد الان چجوری میشه؟ الان بهتون انقلاب میگم میشه، به جناب هم گرامی، میریزه درود به چیتون. شما. یه لحظه بعد بدید خواهش من کنم بگم چی میشه. ارادت. جمهوری اسلامی همین الانش با بدبختی و با 15% رأی تونست کلا بیاد این پزشکیان رو بیاره سر کار. اگر پزشکیان بره دیگه رأی گیری نخواد و وضعیت کشور، شما 7 اکتبر رو اصلا در نظر نمیگیرید. این جنگی که انجام شد، حمله که به جمهوری اسلامی انجام شد، سران سپاه و اونایی که دستن در کار بودن در سرکوب مردم، اینا رو در نظر اصلا نمیگیرید تو تحلیلاتون. و مطمئن باشید پزشکیان اگه رئیس کشور بدون رئیس جمهور بشه، آشوب بزرگ به پا میشه. رژیم همین الانش هم بسیار ضعیفه و با رفتن پزشکیان یه خلأ بزرگ به وجود میاد و راه باز میشه برای بیرون ریختن مردم. چون مردم میگن آقا جان ما که دیگه اومدیم. گفتید اینترنت رو برمیداریم که آقا کلاپاس اصلا، حالا دارم مثال میزنم، قبل از اومدن پزشکیان فیلتر نبود، بعد از اومدنش فیلتر شد. گفتیم میام جنگ نشه که اومدی جنگ هم شد. خب گفتیم میام نمیدونم قیمت نمیدونم طلا و دلار اینا بالا نره که بالا هم رفت. یعنی هر چیزی این آقا گفت دقیقا برعکسش شد و اتفاقا رفتنش و استعفاش باعث میشه که فرصت مناسب پیش بیاد برای بیرون اومدن مردم. این کاری هست که انجام خواهد شد. سپاس. این نشون میده که شما زیاد از حکومت ایران اطلاع ندارید. ما آقای رئیسی در آن واحد گفتن رئیس جمهور نیست، چرا نظام چپه نشد؟ گفتم که شما تازه دو متاسفانه سه تو ماه هم رئیس جمهور. تحلیلاتون 7 اکتبر رو 40 تا سرباز سردار سپاهی رو که کشتن و اتفاقاتی که افتاد اخیر آقا اصلا در اصلا نظر اون بابا نمیگیرید. اونو ول کنین. ایران که یه گروهی مثل حزب الله لبنان نیست که شما بگید آقا 5 تا فرمانده دارن، این 5 تا فرمانده رو زدن بعد دیگه نظام چپه شد. بابا ایران یه سیستم حکومتیه، ببینید شما یعنی در با نظر 5 تا نمیاد و که 10 تا و اسرائیل 20 همین تا الانش جان. گفته دیگه، گفته من 5-6 هزار تا کاماندو بابا دارم در خود اسرائیل تهران. عددی نیست که، اسرائیل داشت از بین میرفت، اسرائیل به گوش کنید یه التماس لحظه، افتاد صلح دروناش همین کنه. الان شما دروناش و یه کوادکوپتراش جوری تیرمردون میگید و انگار اف اسرائیل 35 دارن خداست. توی جان فضای آزاد جناب هوایی ایران تیرمه میگردن. آقا بکنن، شما موشک های نیروی ایران هم رو فضای سرکوبگر اونجا بفرستید. ببین خب داشتن آقا دارم بهت میگم میچرخیدن. چی میشه دیگه. شما ماشین سیاه هست جناب میفرستید تو تیرمه قطار میان لطفا آقا مردم رو مایکتون ولش کن، رو بکشن. ناراحت اونا ببندید. زده میشن در آن واحد. بابا آقای تیر و تیرمه مهر هم تیر مهربونه هم مهر مهربونه، ولش کن زیاد آقای خشمگین تیمه نشید. لطفا مایکتون رو یعنی ببندید، نوبت شما نه نبود. عیب جناب گرامی من نداره، عذرخواهی نه نه میکنم. خب دارن ایشون بحث پرسید دو آقای گفتم نفر یکی است نوبت دیگه، جواب آقای عیب منو بده، نداره. ناتان منم بود. یکی بودم دیگه. منم اون یکی نه بودم. نه آره نوبت آقای ناتان بود. نوبت آقای ناتانه. لطفا مایکتون رو ببندید دوستان، حتما فلفل بذارید. بعد از آقای ناتان آقای خرد هستن. خب خانم نداره من با مرسی. ایشون رفت با وارد بحث شدیم، ایشون هم راضیه، مشکل اشکال نداره. نداره، بذارید آقای گرامی ناتان صحبتشون رو باش انجام بدن بفرمایید. لطفا، بدون فلفل اصلا من مایک 4-5 تا باز فلفلم نکنید. گذاشتم براتون، احتمال ندیدی. بله شما بعد از بقیه دوستان بودید. آقای ناتان مرسی. درود خدمت همه. من حوصله‌تون سر نمیبرم. دو تا نکته و چه فرمایشات جناب گرامیان داشتم. بعد نکته اولشون راجع به پادشاهی که من شنیدم، ایشون با احترام یه خلطی کردن بین تعریف جمهوری با دموکراسی. جمهوری حالا انواع مختلفش، جمهوری پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و همینطور پادشاهی مشروطه،
و پادشاهی نیمه مشروطه، پادشاهی مطلقه، حکومت نظامی، اینا فرم‌های یک حکومتن. فرم آف گاورمنت. دموکراسی سیستم یه حکومت. اون مثالی که زد برای آپارتمان راجع به دموکراسی، راجع به جمهوری نیست. ممکنه شکل و قیافه یه حکومت جمهوری باشه، اسمش جمهوری باشه، رئیس جمهور داشته باشه، اما بویی از دموکراسی تو اون کشور نباشه. مثل چی؟ مثل جمهوری خلق کره. ممکنه جمهوری باشه دموکراتیک هم باشه، مثل جمهوری فدرال آلمان، مثل جمهوری فرانسه. پادشاهی هم همینطوره. پادشاهی مشروطه میتونه یکی از نمونه ترین حالتهای حکومت دموکراتیک باشه. بر اساس آماری که نشریه‌های معتبر دنیا میدن، اکونومیست دموکراسی ایندکس، بالاترین نمره‌های دموکراسی برای کشورهاییه که حکومت پادشاهی مشروطه دارن، یعنی پادشاه سمبولیک با یه پارلمان و نخست وزیر قدرتمند، با یه قوه قضاییه مستقل. دموکراسی با چه چیزی به وجود بیاد؟ با شکل و قیافه حکومت؟ نه. دموکراسی با آزادی بیان به وجود میاد، با روند آزاد و شفاف و رقابتی و قابل راستی آزمایی مستقل انتخابات به وجود میاد، با مشارکت بالای سیاسی به وجود میاد، با فرهنگ سیاسی به وجود میاد، با عملکرد دولت و چکن بلنسی که بین دولت و استقلال قوه قضاییه و اینا وجود داره، با اینا به وجود میاد. دموکراسی با شکل و قیافه که به وجود نمیاد. پادشاهی هم قابلیت این را دارد که اگر مشروطه باشد یه حکومت دموکراتیک باشه. یعنی چی؟ یعنی همون مثال شما، مردم همه کاره اون کشور باشن و تو اون کشور تصمیم بسازن و تصمیم گیر باشن، مثل پادشاهی نروژ، مثل پادشاهی سوئد، مثل پادشاهی دانمارک، مثل پادشاهی بریتانیا و الی آخر. این راجع به نکته دوم، میگید که این مردم اعتراض نمیکنن. اتفاقا میکنن، شاید شما دقت نکنید. من دعوت میکنم کسی نمیاد. خب مگه فقط شما هستی؟ مردم ایران هم مطالبات صنفی داشتن، بازنشسته ها، نمیدونم پرستارا، کارگرای هفت تپه، غیره و غیره، هم مطالبات صنفی و اعتراض داشتن، هم اعتصاب کردن کامیوندارا، هم اعتراضات ملی وجود داشته از که علیه جمهوری اسلامی بوده. از سال 96 تا الان مردم از حکومت عبور کردن و اعتراض کردن. فقط به بدترین و فجیع‌ترین و جنایت آمیزترین حالت ممکن در دنیا سرکوب شدن. یعنی هیچ سابقه ای نداره این مدل سرکوب شدن در دنیا. ببخشید که برای مردم ایران اتفاق افتاد. پس مردم هستن و هر وقت که صلاح بدونن میان و اگه قدرت اینو داشته باشن میتونن حکومتشون هم تغییر بدن. مرسی. ندامه صحبت هم تموم شد. ببخشید من حالا صدای یکی از دوستان رو شنیدم صحبت می‌فرمودن، دو صفحه نبودم، شاید هم بیرونم، یه مقدار حالا شرایطم نیست. ببین مردم اولا که اون پادشاهی هایی که شما می‌فرمایید پادشاهی، اونا مثل ایران بودن در دوره، یعنی پادشاه داشتن، مثل دوره قاجار اومدن مشروطه‌اش کردن، بعد مشروطه رو ادامه دادن. در هیچ کدوم اینا اینجوری نبوده که قبلش جمهوری داشته باشن بعد جمهوریشون بره مثلا پادشاهی بشه، یا مثلا حکومت مرد. مثلا شما برید به امریکایی‌ها دیدید دیگه، همین اواخر یه راهپیمایی 7 میلیونی داشتن، به ترامپ گفتن ما پادشاه نمیخوایم. یعنی هیچ کدومشون اینجوری نبودن که یه سیستم دموکراتیکی داشته باشن بعد برن بشن پادشاهی. تازه اونجا مردمشون مثل ماها بت پرست نبودن که. ما بت پرستیم، از آیت الله بت ساختیم عبادتش میکنیم، از پادشاه که دیگه سوپر بت میسازیم و عبادت میکنیم. بیایم یه مقداری ضعف‌های خودمون رو بررسی کنیم، یعنی ببینیم واقعا ضعف اجتماعی ما چیه که حتی با سیستم جمهوری هم یکی میاد رو کار بعد تبدیل به بت میشه. حتی بیایم به این توجه کنیم. یعنی اینا جزء اشکالات کاره. به خاطر همونه من میگم آقا اصلا یه چیزی رو که
باید آرزم حضورتون یه همچین چیزی اصلا حتی به سمت امتحانش هم نمیرم، به خاطر که جامعه ما سریع همین فرمایشاتی که جناب وظیفه شناس اولش به درستی فرمودن که من البته ایشون سلبیشو فرمودن که من الان نمیرم سریع قبری بشینم و خواستم و از اون قبر بخوام. ما طبیعتمون اینه، هنوز میریم سریع قبری میشینیم. نمیخوام خدای نکرده بعضی از چیزها و باورها رو بخوام رد کنم یا قبول، اصلا کاری به اونش ندارم، ولی سیستم کشف گفتم که گفتن این امامزاده گاهی قبلا فلانجا بوده، گویا الان اینجا چی کار میکنه، گاهی قهر کرده اونجا، مثلا ناراحتش کردن قهر کرده اومده اینجا. ما هنوز در جامعهمون یه عده زیادی اینجوری فکر میکنن. بعد شما برید یه پادش، مگه نبود رضا پهلوی روی استیج واسطه بود، چی بود نشسته بود اون جلو، پسر رفت جلوش سجده کرد، گفت آقا من تو رو میپرستم. ما هم چی آدم، تازه اون مترقیمون بود، من که دعات منم میشم میام و یه تفکر خاص خودم رو دارم یا از یه جای دوری میام تفکر خاصم رو دارم، بعد شما میتونید منو کنترل کنید. تو این جامعه، هر جامعه ای ممکنه مطابق با فرهنگ اجتماعی خودش سیستم بندی میکنه. فرهنگ اجتماعی ما اگر پادشاهی بشه ما میشیم معبود، او میشه عابد، او میشه معبود، ما میشیم عابد، او میشه خالق، ما میشیم مخلوق. اصلا طبیعت ما اینجوریه، آدمای بت پرستی هستیم. اینم حالا شما نفرمایید که من که بت پرست نیستم، من جامعه 90 میلیونی رو دارم میگم. جامعه 90 میلیونی هم همه اون آدمایی نیستن که تو دانشگاه رفتن و اینجور چیزا. هنوز که هنوز برآورد میکنیم. آقای وظیفه شناس اگه همین الان احمدی نژاد بیاد کاندیدا بشه، چند نفر احمدی نژاد کاندیدا بشه و نمیدونم یه نفر دیگه، احمدی نژاد واقعا چند میلیون رای میاره طبق فرضیه ذهنی شما آقای وظیفه شناس؟ احمدی نژاد به نظر من ظرفیت تا 20 میلیون رای هم داره، بر اساس اون رفتار و جامعه ما اینه کردار جامعه ما اینه، هر چی شما صحبت کنید باز این جامعه ماست. بله نخبگانی داره در جامعه ما، آقا ما نمیفهمیم چرا شما میفهمید، پس چرا اینجوری میگم آقا جامعه فقط تو که نیستی که، جامعه این گستره است و این گستره الان هنوز احمدی نژاد که بیاد 20-25 میلیون رای میاره و میاره. معلومه توی این جامعه آدم ریسک نمیکنه همچین کاری بکنه. من لااقل این فکر رو نمیکنم، یعنی اصلا من نزدیک فکرش هم نمیرم، فکر شخصی. ببخشید منم یه نکاتی رو بگم. ببینید این بحث خب میدونم انتها نداره. اولا من یه شهادتی بدم، اون نکاتی که آقای گرامیان گفتم بله، یعنی تندترین نقدها گاهی خود منم نگران میشدم واقعا این، ولی خب حافظه کوتاه مدت ما هم مشکل داره دیگه، اینا رو باید گفت. اما در خصوص این بحث اخیر، ببینید واقعا دغدغه الان این نیست که حکومت بعدی در واقع چه شیوهی از دموکراسی در واقع ایجاد بشه. من شخصا میگم اون البته ایدئال من یک حکومت دموکراتیک پارلمانیه و حالا اون بالا چه رئیس جمهور تشریفاتی باشه چه شاه، به نظر من فرقی نداره. و این نکاتی هم که آقای گرامیان گفتن باید مد نظر داشت. این دوست ما از دموکراسی‌های اروپایی گفتن که اکثرشون پادشاهی‌اند، دقیقا اونا پادشاهی مطلقه بودن، به مرور مشروط شدن. حالا دوستان یه اسپانیا هم اینجا یه استثنایی هست، اونم همش مثال میزنن. خب یه استثناست دیگه، بعدن هم ملغا شد. الان مگه البته نه ببخشید من یه جای دیگه اشتباه گرفتم. بله یه استثنا اینجوری داریم که از پادشاهی ملغا شد به جمهوری، دوباره بعد برگشت. اما دیگه بقیهشون مطلقه بودن دیگه، به مرور مشروط شدن. حالا اگر کسی واقعا دموکراسی خواه باشه چرا باید تا حد تعصب نگران این باشه که شاهی باشه یا حالا جمهوری مثلا؟ بله عنوان هم اهمیت نداره. همون نکته‌ای که فکر کنم یکی از دوستان اسمش الان حضور ذهن ندارم توضیح دادم، مهم اینه که قوه قضاییه مستقلی باشه،
مطبوعات آزادیشون تضمین بشه و هر چند سال یه بار هم 4 سال 5 سال یه بار هم انتخابات آزاد، نه اینکه یه شورای نگه، همین دموکراسی هایی که میشناسیم دیگه، حالا به هر شیوهی، جمهوری، نمیدونم پارلمانی و غیره. ولی ما در فضای سیاسی به قول دوستان همدیگه رو گول نزنیم، شوخی نکنیم. ما داریم میبینیم که عده‌ای تعصب دارن. خب این تعصب آدمو نگران میکنه دیگه. بعد تازه پنهان هم نمیکنن. بسیاری از طرفداران ایشون میگن که اصلا ایران ظرفیت دموکراسی رو نداره. ایشون هم انکار نکردن. بسیاری از مشاورانشون میگن و به صراحت از یک حکومت مطلقه پادشاهی طرفداری میکنن. میگن چون جامعه ایران ظرفیت نداره، مردم سواد، همین حرفی که جمهوری اسلامی میزنه به یه شیوه دیگه. بعد این دوستان با تعصب شدید میگن نه تو حق نداری حرفو بزنی، اینجوری نیست. آقا ما کدومو باور بکنیم؟ من همین چند روز پیش توی اتاقی بود، این افراد معروفی که از پادشاهی مطلقه دفاع میکنن اسم بردم که از نزدیکان ایشون هستن، میگفتن نه از خودش میگه. الان من میدونم این حرفا ناراحت کننده است. در جمهوری اسلامی هم اینجوریه، میگن آیت الله خامنه‌ای که این حرفا رو نزد، حمید رضایی از خودش میگه، فلانی از خودش میگه. مگه حضرت آقا اینجوری گفت؟ حضرت آقا میگه از منم انتقاد بکنید در سخنرانیاشون. من کی گفتم از من انتقاد نکنید؟ بارها هم گفتن دیگه ایشون. ولی مشکل اینه شما انتقاد بکنی میری زندان، مثل خانم فاطمه سپهری. مشکل اینه در فضای همین هنوز حالا اینا قدرت دارن، در همین کلاب هاست کوچکترین نقدی بکنی تو رو به باد فحش میگیرن دیگه. اصلا کار ندارن تو کی هستی، چی گفتی، چه هزینه ای دادی، چه بلایی سرت اومد، اصلا حرف حسابت چیه. همه رو یکسره انکار میکنن، میگن تو اصلا خود جمهوری اسلامی هستی. خب حالا برخی هم که میگن باید از تیر چراغ برق بدن آویزون بکنیم. این مشکل من میدونم انکار میشه، همون تعصبی هست که وجود داره دیگه. آقای گرامیان هم گفتن ما اصلا ما اینجا مثلا مگه طرفدار مثلا یه باشگاه قرار باشیم مثلا پرسپولیس یا کری بخونم برای استقلالی؟ آقا شما باید نگران کشورت باشی دیگه. بعد فراتر از اون انگار الان جمهوری اسلامی مثلا نیست، این دعواها رو دارن با حرارت بالا مثلا اینجا ادامه میدن. آقا شما باید دغدغه رفتن جمهوری اسلامی باشه. حالا هر کی میخواد کمک بکنه، هر کسی، حتی اگه مخالف منم باشه، کمک بکنه به رفتن اگه شما طرفدار این ایده واقعا باشی. ولی خب ما میبینیم اینجوری نیست. میگن جمهوری اسلامی بره به شرطی که من نفر اول باشم، همه در کنار من باشن. بعدم عرض کردم عده‌ای هم اصلا خیلی عریان از یک حکومت مطلقه سلطنتی دفاع میکنن. آقا اینو که نمیتونید انکار بکنید. اصلا رد میکنن دموکراسی رو. میگن در خاورمیانه مگه دموکراسی جواب میده؟ حرف پایانی من شخصا میگم اگر یک پادشاه مطلقه هم بیاد از جمهوری اسلامی بهتره. اینو بذار بگم بهتون. ولی دست کم در آرزوهای خودم هم دموکراسی رو نخوام. یعنی اگر انتخاب بخوام بکنم همیشه بین بد و بدتر باید باشه. بله جمهوری اسلامی از حکومت احتمالی سلطنتی مطلقه بعدی بسیار بدتره. ولی ایدئال ما باید یک دیکتاتور بعد از دیکتاتور باشه، دیکتاتور خوب. دیکتاتور الان دوستان برآشفتن چرا آقای خامنه‌ای رو مقایسه کردیم؟ بله محمد رضا شاه فقید بسیار بهتر بود، ولی آیا دیکتاتور بود یا نه؟ همینو دوستان اعتراف نمی‌کنن. دقیقاً مثل طرفداران جمهوری اسلامی هنوز اعتراف نمی‌کنن که بالا رفتن از سفارت کشورهای دیگه جنایته. شما از سفارت آمریکا رفتی بالا، پایه‌گذار این بدبختی‌ها شدی. هنوز توجیه میکنن لانه جاسوسی بود. بعد بهشون میگم آقا میبستید سفارت، اخراج میکردید، نیاز نبود که توحش به خرج بدید، گروگان بگیرید 444 روز. پس دروغ میگید. ببخشید من سریع صحبت میکنم. الان دغدغه اینه که حکومت بعدی چه نوع دموکراسی باشه. این واقعا مهمه. مثلا اگر یه رئیس جمهور اون بالا باشه تشریفاتی، مثل همین حکومت‌های پارلمانی مثل اسرائیل،
مثل هند، چه میدونم کلی داریم دیگه. اینا دموکراسی هن دیگه، پادشاه هم ندارن. فرقی داره با دانمارک و نروژ و غیره که شما مثال زدید که این همه تعصب به خرج بدید؟ آقا تمام ذهن و فکرتو بذار که از این فلاکت همه ما نجات پیدا بکنیم. بحث رو تبدیل کردن به این که آقا حتما باید پادشاهی باشه، بعدم برای ما مثلا آموزش دموکراسی میدن و غیره. ولی خودمون گول نزنیم، آدم میفهمه که مسئله این نیست. این یک پوششیه برای توجیه. اگر اونقدر اهمیت نداشت هم نباید تعصب داریم. من الان میگم واقعا برای من فرقی نداره چه رئیس جمهور اون بالا باشه چه پادشاه، قرار تشریفاتی باشن اینا. ایدئال من یه حکومت پارلمانیه که هر حزبی رأی آورد دولت رو در اختیار میگیره، رأی کامل نیاورد با بقیه ائتلاف میکنه، مثل همین کشورهای پارلمانی که میشناسیم، مثل آلمان، اسرائیل. کلی ما حکومت‌های اینجوری داریم. حالا بعضیاشون اون بالا میگم پادشاه رئیس، چه فرقی داره؟ من هیچ تعصبی ندارم. ولی در نگاه دوستان پادشاهی خواه شما این عدم تعصب رو میبینید. من ندیدم والا. یعنی اگر تو بگی بالای چشمت ابرو، حالا من قرار بود دیگه حرف نزنم ها، یه بحثی بله. داشتیم که یه اتاقی، ولی اصلا انگار شدنی نیست. انگار الان دغدغه ما اینه که چه نوع دموکراسی داشته باشیم. نه آقا، اون اصلا آخرین دغدغه است. دغدغه اینه که دموکراسی داشته باشیم. عرض من تمام. خانم ندا هستین شما؟ بله من بله نوبت بله من هستم. بعد نیتن نوبت من هست جناب دیگه. نوبت آقای خیرت هستش. من فقط از دوستانی که نه روی نیتن استیج صحبت هستن. کرد خانم ندا، بعد نیتن حضرت منم. آقای خیرت صحبت نکردن. حالا عجب. شما چون اجازه بدین جناب خیرت هم کوتاه صحبت کنم، بعد شما رو بشنویم. مکالمه شما طولانیه. فقط من میخوام یه خواهشی از دوستان بکنم. دوستان لطفا اگر روی استیج هستید و ما شما رو مد داریم، اگر کسی از دوستان رو بلاک دارید لطفا برای این استیج هم که شده از بلاک در بیارید که ما شرمنده سایر دوستان دیگه نشیم. الان چند تا پیام ما داشتیم، دوستان میخوام وارد اتاق بشن اما نمیتونن. اگر همکاری بکنید با ما، من از شما بسیار سپاسگزار میشم. ممنونم از همگی. من بگم من یه بفرمایید. لشکری بلاک دارم، یک لشکری بلاک دارم. نه آقای امیر، شما در همتون نیاری، شما اشکال نه آسان. نداره. مرسی. نه شما چون در باور نیارید، اشکال نداره. داشتم. نه نه خواهش میکنم. نه دوستان خودشون میدونن چه کسانی رو مد نظرمه، کسانی که اصولا توی اتاقهای سیاسی هستن. ولی خب حالا این کار اگر انجام بشه ممنونتون میشم. خب جناب خیرت بفرمایید. جناب خیرت شما هم اگر کوتاه ما در خدمتتون باشیم ممنون میشم. سلام و عرض ادب. دیگه فرمودید کوتاه، والا انقدر مباحث مطرح شد که وقتی میگید کوتاه دیگه آدم هنگ میکنه، متوجه نمیشه، نمیتونه تمرکز پیدا کنه و حرفشو بزنه. آقای گرامیان حالا تشکر دارم. آقای بعضی پیشنهاد هر موقع دوست دارم باز میکنم و این صحبت کنم و به مردم میفرمید کوتاه. خب از آنهای سوال دارم آقای گرامیان، از حادثه کوی دانشگاه تا 1401 سوال این فقط که بله یا نه. شما در این تجمعات اعتراضات مردمی حضور داشتید تا حالا؟ نبودید نه؟ زیاد بودم. بله. شما که میفرمایید مردم رو دعوت کردید جلو شهرداری، این یه بازیه، این یک شوخیه. اولا شما کی بازی چیه؟ هستید که شما تو خونتون خوابیده الان بودید، اجازه من بدید، بیرون بودم. چی میگید شما؟ اجازه بدید. ببینید این منطق شماست. شما با حضور این غیاب همه میکردید اونجا، ادعای میدونستید با چی این هستی. همه ادعای یا این همه ادعای سعه صدر، حداقل تحمل اینو ندارید که بنده از حرف زیاد بزنم. منو هی که نبودن تلقی نفرمایید که. متوجه نشدم چی چه فرمودین. ارتباطی داره آقای خرد؟ سوال شخصیه.
آنکه شما خدمت یک سوال پرسیدید ایشون هم نظرشون رو گفتن، شما نمیتونید اصلا تکذیب بکنید صداتون که. یا من باگ دارم یا ایشون، من متوجه حقیقتش نشدم چی فرمودن. حالا به هر روی ایشون گفتن در تمام تظاهرات ها بودن، جواب ایشون این بود. بله تمامشون نبودم سپاس ولی خیلی هاشو بودم. بله. حالا به هر روی میخوام این عرض کنم که آقای گرامیان، شما اینجا هم مردم رو متهم میکنید، نشستید برای سرکوب مردم، نشستید اینجا